السلام علیکم وطندارای عزیز و نازنینم، امیدوار هستم خوب و صحتمند باشین. باز هم من شما معصومی از پنجره افغانستان در خدمت شما عزیزا هستم. امروز هم آمدیم تا یک برنامه جالب و دیدنی رو تقدیم شما عزیزا کنیم و امروز آمدیم به یکی از آپارتمان‌های VIP. ای که قیمت از این آپارتمان چقدر است و چی ویژگی ها داره، در برنامه با ما همراه باشین و همچنان لایک، فالو و سابسکرایب چنل یوتیوب پنجره افغانستان را فراموش نکنید. قسمی که براتون گفتم آمدیم به یکی از آپارتمان های VIP و فعلا هم داخل از این آپارتمان هستیم. قسمی که شما میبینید در تصویر بسیار زیاد یک آپارتمان زیبا و مقبول است که تمام وسایلش هست، دکوریشن بسیار زیاد زیبا داره و ای که دیگه چی ویژگی ها داره ایرا امرای مسئول اینجا صحبت می داشته باشیم و ای که چند اتاق داره، چند تشناب داره، آشپزخانه، آب، برق و تمام موضوعاتش صحبت میکنیم. با ما در برنامه همراه باشیم. خب هموطنای عزیز و نازنینم، قسمی که در ابتدای برنامه براتون یادآور شدم، آمدیم به یکی از آپارتمان‌های VIP در شهر کابل و این آپارتمان بسیار زیبا است. من مطمئن هستم در تصویرم دیدین. فعلا هم مسئول اینجا با ما هستن. سلام علیکم. علیکم سلام اشفا جان، سلام خدمت شما و همچنان همکارای شما و عزیزایی که فعلا برنامه را بیننده هستن. تشکر میکنم از شما. میشه یک معرفی داشته باشین از خود؟ تشکر از شما. اسم وهاب است، جباری تخلص میکنم، مدیر فروشات دفتر خدمات املاک افغانزیست، بزرگترین و معتبرترین مرکز خدمات املاک در افغانستان. خب وهاب جان، پیش از اینکه در مورد از این آپارتمان بحث آغاز کنیم میشه بر ما بگیم فروشات آپارتمان‌های VIP دی شب روز چگونه است؟ اشوا جان، فروشات آپارتمان‌های VIP البته در کل فروشات آپارتمان‌ها خوب است. باز آپارتمان‌های VIP که از بیشتر عزیزای ما که در خارج از کشور زندگی کردن، در جای مجلل و مدرن زندگی کردن، اونا بیشتر میپسندن و آپارتمان‌های VIP هرچند فروشات خیلی آسان داره، چون عزیزایی که وقتی که میاین به آپارتمان میخوان ببینن یک مرتبه آپارتمان از نزدیک، وقتی میبینن که هیچ کمبودی نداره دیگه زودتر خوش میکنن، زودتر خریداری میکنن. خیلی خوب از فروشات آپارتمان‌های VIP. بیشتر خریدارا از داخل هستن یا خارج از کشور؟ والا 50-50 است. 50% عزیزای ما هستن که در داخل وطن زندگی میکنن و 50% هم هموطنای عزیز ما هستن که خارج از کشور زندگی میکنن. چون پروسه آنلاین ما رو انداختیم، این امکانات رو فراهم ساختیم که هموطنای ما که خارج از کشور هستن اونا هم در هر مکانی که هستن در تلفن خود خانه رو ببینن و پسند بکنن و خریداری بکنن. 50% وطندارای ما هستن که خارج از کشور هستن، 50% عزیزایی هستن که داخل از کشور هستن. و چگونه است نظر مردم درباره قیمت آپارتمان‌ها؟ رضایت دارن یا خیر؟ دقیقاً اشوا جان، در حساب قیمت هموطنای ما هر قدر اینجا چون افغانستان است هر قدر قیمت ارزان باشه میگه بهتر است. خب باز یک طرف فروشنده های عزیز است که اینا مصرف کردن، زحمت کشیدن، اما قدر مثلا مصرف کردن میخوان یک قیمتی به فروش بره که حداقل اگر مفاد نمیکنن تاوان هم نکنن. باز این آپارتمان‌های VIP که از چون مصارف بالایشون گزاف شده، خیلی زحمت کشیده شده بالایشون، قیمتایشون هم بلند است. حالا خیلی مواردی است که مثل موقعیت است، مثل امکانات است که خود ساختمان داره، مثلا آفتابش است، برقش است، آبش است و همچنان دکور و دیزاین داخلی این مواردی است که در قیمت نقش داره. مثلا یک کسی یک آپارتمان در شهر نو قیمت میکنه، شهر نو که بهترین موقعیت از شهر کابل است،
متر مربع میگه من فرض مثال به طور مثال میگه 1000. در خیرخانه یک سمت دیگه میگه متر مربع 500 والا میگه من 4 تاقه را در 4.9 پیدا کردم، یعنی قیمت در خیرخانه هم پیدا کردیم در 400. حقیقت سخنی است که 4.9 گفتم مواردی که در قیمت نقش داره مثل موقعیت و آب و برق و امکانات ساختمان اونجا شاید ساده تر باشه، اونجا یا موقعیتش بهتر از 4.9 نباشه. از همین بابت قیمت در مناطق مختلف از شهر کابل فرق میکنه و اجزارم که هرچی در روی قیمت چانه‌زنی های خدمه داشته باشن قدر باز قابل ایراد نیست، به خاطر که نسبت به اغلب کشورهای خارجی قیمت املاک در افغانستان ارزان تر است. بسیار خوب. خب بیایم سر این آپارتمان که فعلا هستیم، درباره موقعیتش بر ما بگین. موقعیت از ایشوا جان ناحیه دی شهر کابل می باشه. البته شهر نو که اکثر اعضا با شهر نو آشنایی دارن، دیدن که یکی از بهترین و عالی‌ترین موقعیت‌های از شهر کابل شهر نوش است و چهارراهی حاجی یعقوب که یک منطقه خیلی استراتژی و یک منطقه مرکزی از شهر نو است. بسیار خوب. بله دوستا، و معلومات بعدی را میگردیم و میبینیم که چقدر اتاق داره یا آپارتمان، چی ویژگی ها و چی سهولت ها داره. با ما همراه باشید. دوستای عزیز، فعلا هم به قسمت از برنامه رسیدیم که وهاب جان بر ما معلومات میتن درباره که مساحت این آپارتمان چقدر است و چند اتاق داره. اشوا جان، این آپارتمان به مساحتی در حدود 280 متر مربع ساخته شده. البته ساختمان که در مساحتی از این میتر است و آپارتمان که فعلا ما موقعیت داریم، این آپارتمان در حدود 280 متر مربع است که باز میشه از که چرا در حدود میگم، به خاطر که از که خریداری کردن باز دقیق متر شده که مثلا چند متر مربع میگم، باز چند متر پایین و بالا باز آدم بدقول نشه دیگه. 4 اتاق است این آپارتمان، 4 تشناب داره و 2 سالن خیلی بزرگ و مقبول و همچنان 4 اتاق است با 4 تشناب. بریم دوستا ببینیم اتاقا را که اتاقاش چی قسم دکوریشن شده و چی سهولت‌ها را داره. اشوا ما فعلا در سالن اول و پیش درب ورودی هستیم که اول به اجزا بگیم که بفهمن. ای درب ورودیش است که وقت داخل آپارتمان میشه مستقیم دستی راست اتاق اول میشه که به صفت اتاق خواب از استفاده کرد. بریم که اجزا هم ببینن اتاق. بله دوستا، یک اتاق زیبا با تمام وسایلش. بله، با تمام وسایل. قسمی که تذکر دادم این آپارتمان با تمام وسایل به فروش میرسه و این اتاق مثل که تخت خواب است مثلا و این یک تشناب هم داره دیگه، همچنان پردای بسیار مقبول و یک چشم انداز خیلی زیبا و قندیل خیلی مقبول که اینا هم نباید از قلم بندازیم. بله بله. و میریم دوستا اتاق دیگر رو میبینین. قسمی که دیدین اتاق بسیار زیاد زیبا بود و بسیار یک دکوریشن زیبا و ترکیب رنگا خیلی ها مهم است وقتی که یک جای دکوریشن میشه و همچنان کاغذ دیواری بسیار زیبا است. میشه درباره این به ما معلومات بدین؟ بله اشوا جان، این آپارتمان در کل رنگ 100% شده و بالای رنگ 100% کاغذ دیواری بسیار مقبول که شما از در تصویر میبینن. بسیار کاغذ دیواری در اینجا به کار برده شده که هم دیزاین و دکورش بسیار بالا برده، مثلا هم خانی داره مثلا با میزش با دیگه لایتینگش، از این خاطر یک زیبایی خاصی را به این اتاق بخشیده. میشه درباره انواری و دروازه که اینجا کار شده درباره تختی از این بر ما معلومات بدین؟ این دروازه الماری که در اونجا کار شده مثلا الماری ترکی است، چوبش ترکی است، البته دکور و دیزاینش افغانی است، نجارای عزیز نجارای خودی افغانستان جورش کرده و دروازه هم که دروازه بسیار از یک برند خیلی مشهور است، از یک برند ترکی بسیار مستحکم ضد آب، خلاصه بسیار یک آپارتمان یک دروازه خیلی مقبول است. بسیار خوب. میریم دوستا و اتاقای بعدی رو میبینیم، با ما همراه باشین. بله، و قسمی که وهاب جان بیشتر گفتن این سالن اول است که بسیار زیاد زیبا است. میتونید اینجا هم دوستا در تصویر ببینید، تمام وسایلش آماده است و یک دکوریشن زیبا هم داره. و میریم طرف اتاق بعدی که فکر کنم اتاق نشیمن است. بله، این اتاق نشیمن است. ایرا وطنی فرش کرده دیگه. سالن ها و اتاق ما شما باز میریم که فرنیچر است و دیگه تخت خواب همه چیز، اما ایرا وطنی فرش کرده. اکثرا مردمای عزیز ما و شما در کوچ و قدر راحت نمی باشن، بازی وطنی فرشه که مطابق ذوق اونا باز میشه اونایی که در وطنی راحت هستن از اینجا استفاده بکنن.
برقی ساختمان خیلی خوب است. یکی از دغدغه‌های بزرگی مردم ما در شبانه روز برق است که خیلی مشکل داره متاسفانه. البته این ساختمان خیلی یک برق خوبی داره و همچنان این آپارتمانی که ما با تصویر کشانیدیم، این آپارتمان برق سولری سیستم سولری لاین دوانی شده. هر هموطنی ما که خواستن این آپارتمان خریداری بکنن، باز میشه که از چند تخت سولری که به اینجا خریداری بکنن از برق 24 ساعتش مستفید شن. و همچنان لفتش که خیلی عمده است، لفت 24 ساعته داره. البته این آپارتمان در منزل 14 هم است که لفت خیلی مهم است. از اون خاطر لفتش سولری است، به طور 24 ساعت فعال می باشه. بسیار خوب. بله دوستا، و قسمی که گفتن مهمترین چیز در زندگی روزمره فعلا برق است که متاسفانه مشکلاتش هست در کشور ما و خوشبختانه این آپارتمان سیستم سولری منظم داره. فقط میتونن تخته سولر رو بخرن و وصل شوه بس. وصل شوه، بله. و یا اتاق خواب است. یا اتاق خواب است، بله. تخت خواب همچنان یک میزکایی که مربوط به تخت خواب می باشه و قندیل بسیار مقبول از این گروپ ها در اینجا استفاده شده و همچنان پردای مقبول و چشم انداز خیلی مقبول. بسیار خوب. میریم دوستا طرف اتاق بعدی و میخواستم درباره سیستم مرکز گرمی هم پرسان کنم، چون زمستان هم نزدیک است دیگه. هموطنای ما به تشویش خنک می باشن که چی بکنن و از چی استفاده کنن در آپارتمان. بله، مرکز گرمی اینجا بسیار یک مرکز گرمی ترکی خیلی یعنی مرکز گرمی است که کیفیت خیلی عالی داره، در اینجا به کار برده شده. در کل اتاقا پارکت است، کافی تنها دهلیز است کاشیست. باز در اتاقایی که مثلا آپارتمانایی که پارکت داره مرکز گرمی خیلی خوب نتیجه میده. در اینجا ایره مطمئن باشن از جایی که خریداری میکنن در زمستان نیاز به کدام بخاری و نیاز به چیزی به خاطر گرم کردن نمی داشته باشن. و ضمناً این آپارتمان در کل آفتاب رخص است، 4 طرف در نبش ساختمان قرار گرفته، از طلوع تا به غروب آفتاب می باشه در اینجا که آپارتمان خیلی گرم می باشه. بله دوستا، و خانمای عزیز از دود، از سیاهی و تمامش دور هستین دیگه در زمستان اگر در این آپارتمان زندگی کنین، چون پاک صفا یک مرکز گرمی است که هیچ مشکل نداره و یک سهولت بسیار زیاد خوب است. و میریم طرف اتاق دیگه که فکر کنم یا اتاق خواب است. بله، در کل 3 اتاق خواب داره اینجا. در کل 4 اتاق خواب، 4 اتاق خواب است. بله، البته یک اتاق نشیمن، یک اتاق نشیمن بود. بله، استفاده بکنن. و این هم اتاق بعدیش است. اتاق خواب یک الماری خیلی مقبول، الماری لباس در اینجا جور کرده و تخت خواب است و همچنان یک میز آرایش در اونجا است و یک الماری دیگه که در اون قسمت به کار برده شده که اینجا کدام کمبودی در این آپارتمان خلاصه موجود نیست. بله. هر اتاق مطابق همون چیزی که نیاز داشته در هر اتاق رو ما برآورده ساختیم. تمام وسایلش بسیار زیاد زیبا است و من مطمئن هستم هر سلیقه‌ای که داشته باشین این دکوریشن و این دیزاین که شده خوش شما عزیزا میاد. و جای مهمی که مونده آشپزخانه است. بریم دوستا آشپزخانه رو ببینیم. بله زا، یکی از نکات خیلی مهم در یک خانه که بسیار زیاد خانما و در کل تمام اعضای خانواده برشان مهم می باشه آشپزخانه است که آشپزخانه چه قسم است، چه رقم دیزاین شده و چه سهولت‌ها را داره. میریم میبینیم که این آپارتمان آشپزخانهش چه قسم است. بله و خب جان و به ما معلومات بدید. این آشپزخانه تمام امکانات و سهولت‌ها در این آشپزخانه هم در نظر گرفته شده. ماشین لباسشویی است، منقل است، مثلا الماریای بسیار مقبول و همچنان یخچال امرسن بسیار یخچال مقبول، الماریایی که در این کار شده در کل چوبی ترکی است. البته وسایل داخلی الماری هم می باشه که خلاصه هیچ نیاز نیست از اینکه بخواد خریداری بکنه. بله. فقط با یک جور لباسش میتونه بیاره اینجا و دیگه نیاز به وسایل نداره. و یک نکته خیلی خوب دیگه اشاره بکنم با خواهرها و مادرای عزیز، در این آشپزخانه اگر شما آشپزی بکنین مطمئن باشین تحت هیچ عنوان خسته نمیشین، چون یک منظره زیبای از شهر کابل از اینجا شما بینده هستین. و همچنان این هواکش هست در این آشپزخانه که بالای سری منقل به کار برده شده و یک ظروفی رو به حساب دیزاین ماندن در اینجا. بله، و در کل کاشی بسیار منظم. میخواستم درباره مهمترین بخش یک خانه است پرسان کنم که آب است و آب اینجا چگونه است؟ اشفا جان، شهر نو برای تمام اعضا هویدا است که البته اکثریت نقاط شهر کابل مشکل آب داره، مثلا آب شور است یا با کمبودی آب مواجه شدن. اما شهر نو خوشبختانه بگم که
آبش کم نشده و همچنان آب شیرین است، شور هم نیست دیگه. آبش هیچ مشکلی نداره، آب شیرین داره. بسیار خوب. و درباره دکوریشن کلی ای آپارتمان به ما یک معلومات بتین که آیا همون فرمولش از داخل کشور است یا بیرون از کشور؟ والا این سوال خیلی از عزیزا بعضی آپارتمان های دیگری که نشر کرده بودیم از ما پرسیده بودن که انجینری که آپارتمان دکور کرده، یک تو ساختمان ها را میسازه، از کجا هست؟ خارج از کشور شما آوردین ایرانی؟ من یک نکته را میخوایم تذکر بتم از که انجینری که آپارتمان دکور کرده کسی هست که در خود افغانستان تحصیل کرده، در اینجا زحمت کشیده، درس خونده و خیلی فعالیت‌های خوبی را در شهر کابل و سایر ولایات کشور داشته و جای داره که قلباً از اینجا از طریق برنامه شما از اون انجینر صاحب هم سپاسگزاری بکنیم و همچنان دیگه اعضایی که امو کارگرای است که در این آپارتمان کار کردن، واقعیت هر کدامش خلاقیت خود به خرج دادن که بسیار یک چیز ظریف، یک آپارتمان بسیار مقبول اینجا تقدیم ما شما کردن. بله ده. خب وهاب جان، فعلا هم فکر کنم در سالن دوم قرار داریم. در مورد از اینجا ما معلومات بتین و بسیار زیاد یک فرنیچر زیبا و یک میز نانخوری زیبا اینجا است. درباره تمامش به ما معلومات بتین. اشفاجان اینجا همون سالن دومی آپارتمان است که یک مساحت خیلی عظیم البته سالن قرار گرفته. یک میز نانخوری در اینجا ماندیم که یک میز خیلی مقبول میشه که از این به صفت میز غذاخوری اعضا استفاده بکنن، بسیار با دیزاین مقبول و یک فرنیچری که در اونجا به کار برده شده به حساب نشیمند است که اونجا تلویزیون است، میشه که اونجا نشسته تلویزیون تماشا بکنن عزیزا. دیگه کاغذ دیواریایی که در اینجا در اتاقای که قبلا به تصویر کشوندیم در اونجا به کار برده شده بود، در اینجا هم به کار برده شده و قندیلای متفاوت‌تر از باز هر اتاق هر سالن قندیلای متفاوت‌تر داره. بله دوستا، و بیاین که بریم بالکن هم ببینیم، بسیار زیاد زیباست و یک چشمانداز زیبا از شهر کابل که شما میتونین در تصویر ببینین و فقط این بالکن کافی است که روحیه آدم مثبت بسازه، تازه بسازه. دقیقاً شهر نو یکی از زمو در اول هم به عزیزا ما گفتم که یکی از مقبول ترین جای است که مقبول ترین نقاط از شهر کابل است و این آپارتمان هم که در شهر نو در منزل 14 هم است که ما عزیزا میتونن از اینجا که تمام کابل از زیر نظر داشته باشن، از زیبایی‌های کابل از اینجا نظاره‌گر باشن. هم نمایش شبانه خیلی مقبول داره، مخصوصا این بالکن یک چشمانداز خیلی مقبول از طرف شب است در اینجا و همچنان روزانه‌اش که خودتان این همراه عزیزا میبینین که چه رقم یک چشمانداز زیباست، یک منظرهای مقبول است در اینجا. بله بله، واقعا دوستا بسیار زیباست. شما مطمئن هستم در تصویر دیدین و هیجانی برای هستین که قیمتش بفهمین، ولی قیمت حال براتون نمیگیم، در اخیر منتظر باشین، برنامه رو بیننده باشین تا قیمت براتون بگوییم. و وهاب جان بر ما درباره اسناد از این آپارتمان معلومات بدین. اسفزان دغدغه اکثریت هموطنای ما است در وقت خرید آپارتمان که اغلبا هراس ازی دارن که ما با اسناد مشکلی داشته باشه. البته خیلی عمده هم از حساب خرید املاک اسناد یک رول خیلی عمده را بازی میکنه. اسناد این آپارتمان زمین قباله شرعی داره. آپارتمان که از اسناد راهنما داده میشه که 50% قباله است همراه با کاپی قباله شرعی زمین، البته برای فعلا. باز از که خریداری کرد میشه که باز برن برویت قباله شرعی زمین برای خودشان مخصوص اینمی آپارتمان قباله شرعی بگیرن که اصلا کدام ممانعتی وجود نداره. اسناد پاک قانونی شخص مالک هم فعلا حضور داره، کتابچه صفایی، بل برق، همچنین متر مستقل داره این آپارتمان که اکثرا ساختمان‌های نو ساخته به زودی مترش نمیارن، اما این متر مستقل داره که با وجودی که نو ساخته هم از کارش هم تازه تکمیل شده، متر مستقل هم داره، کتابچه صفایی هم که هرچند سند شده نمیتونه، اما این آپارتمان مخصوص خود کتابچه صفایی هم داره. و دوستا تمام قانونا را مراعات کرده است این آپارتمان و میتونین که وقت خریدن هیچ مشکل نداشته باشین. و میشه که درباره پارکینگ هم بر ما معلومات بدین، چون بسیاری از هموطنان ما مطمئن هستم موتر دارن و از موتر استفاده میکنن. بله، پارکینگ خیلی جالب است. پارکینگ ساختمان شاید اولین بار است که اگر ما بگم در افغانستان شما یک جای ببینید. این پارکینگ ساختمان در حقیقت ساختمان است 17 منزل ساخته شده که 3 منزل تاکاو داره. شما که آمدیم از منزل همکف، از منزل سیومش بود آمدیم بالا که فعلا در منزل 14 هستیم و پارکینگ ساختمان در منزل 34 است. اوه چقدر جالب. البته منزل 34 از کف زمین به منزل 34 که تاکاو حساب نکنین پایانش. لفت داره؟
لفت داره، موتورا مثلا بالای لفت پارک میکنن، اونا رو به منزل 34 بلند میکنه، در اونجا پارکینگ میکنن. یک لفت مخصوص موتورا داره. بسیار خوب، بسیار خوب، بسیار عالی از دوستا و جالب هم هست. خب هموطنای عزیزم، من میفهمم قسمی که من هیجانی هستم، شما هم هیجانی هستید بخاطر فهمیدن قیمت ی آپارتمان و همچنان با دیدن ی آپارتمان آدم خیلی هیجانی میشه، چون بسیار زیاد یک جای زیبا است، یک آپارتمانه که تمام سهولت ها را داره و واقعا آدم میخواد در چنین جای زندگی کنه. و وهاب جان درباره قیمت از این آپارتمان خود اخیر بر ما میگی، فعلا یک معلومات کلی درباره سهولت ها و ویژگی های این آپارتمان بر ما بگو. تشکر از خودش و جان. این آپارتمان خیلی امکانات و سهولت های خوبی را داره در خود، یعنی تمام مواردی که برای زندگی لازم است، برای آسایش و البته آرامش لازم است، ما در اینجا مهیا ساختیم در خود ساختمان. این ساختمان یکی از ویژگی خوبش این است که کودکستان در داخل ساختمان داره. بسیار خوب. کودکستان در همین جاست. خواهرها، مادرای عزیزی که میخوان مثلا بیرون وظیفه دارن یا به کار و ضرورتی میبرن، میشه که اطفال نازنین خود در خود ساختمان نیاز بر این نیست که بیرون از ساختمان ببرن، همینجا به کودکستان تحویل بدن، با خیال راحت برن دنبال کار و وظیفه خود بگرده. یک و موضوع دومی که در خود ساختمان جیم است. جیم است که بله، جوانای عزیز میشه که به خاطر جیم هیچ اصلا در خود همینجا مثلا خانهشان یک منزل دیگه جیم است، از جیم استفاده بکنن. البته تمام نشده، یکی از ویژگی بهتر و خوبتر دیگه از این سونای عمومی است که ساختمان داره و این ضرورت نیست که بیرون برن از آپارتمان. بله، همه چیز داخل خودش است. بله، ما در اول هم برای شما گفتم و به اعضا گفتیم که ما در اینجا عالی‌ترین و بهترین امکانات در نظر گرفتیم که یعنی هیچ چیز دیگه نیاز نباشه داری. سونای عمومی هم ساختمان داره که یک سونای خیلی مقبول است همچنان و مسجد هم داره. بسیار خوب. در خود ساختمان مسجد هم است. پدرها البته همه جوانا و چی پدرها و مادرها همگی نماز میخونن. بیشتر پدرها دیگه. بیشتر پدرها که خسته نشن مثلا از ساختمان برن یک فاصله دوردستری به مسجد. در خود ساختمان مسجد است، همینجا که میشه نمازهای خود ادا بکنن. خلاصه ای از جمله امکاناتی بود که در خود ساختمان است. گارد 24 ساعت است، صفاکار، خیلی یک نظافت بسیار بالا داره. این ساختمان همیشه پاک تمیز است و همچنان لفتش که براتون گفتم و به اعضارم گفتم که لفت سولری 24 ساعت به طور 24 ساعت فعال می باشه و یک موقعیت خیلی خوب که مثلا نزدیک به رستوران کفتریا و همچنان ضیافت. البته کفتریا که یکی از مشهورترین رستوران های از شهر کابل است، خیلی با یک فاصله اندکی که با 50 متر فاصله نیست. بله. به این ساختمان با یک فاصله اندکی قرار داره. دیگه آفتابرخ است در کل، از 4 طرف در نبش ساختمان قرار گرفته و کدام تهدیدی را از 4 طرف وری ساختمان وجود نداره که بعدا اگر مثلا ساختمان اعمار شوه ایره آفتابش بگیره یا نمایش بگیره، نخیر و تونسی، چون در نبش است هیچ تهدیدی وجود نداره و از 4 طرف از طلوع تا به غروب آفتاب می داشته باشه. اسناد قانونی، مرکز گرمی ترکی، خیلی یک مرکز گرمی خوب، اسنادش یعنی کاملا پاک و منظم آماده خرید است. هر عزیزی که مثلا علاقه‌مند خرید آپارتمان است باز میشه که به شماره‌ای که در اسکرین است در ارتباط شوند و وقتش رسیده دیگه که قیمت بگویی وهاب جان که همگی دلهوره دارن و کسایی که دوست دارن با خیال راحت بیاین اینجا زندگی کنن. تشکر از خودت اشفا جان. قیمت از این خیلی که اگر نظر به زحماتی که ما در این ساختمان کشیدیم، دیگه انجینر صاحبا کشیدن، کارگرایی که کار کردن در اینجا، اگر بگیم خیلی قیمت پایان است، شاید باورتون نشه. این آپارتمان با این امکاناتی که ساخته شده، با این دکور دیزاین، با این مثلا زحماتی که بالای این آپارتمان کشیده شده، اگر یک کشور دیگری باشه مطمئن باش که 3 چند قیمتی که ما میگیم قیمت داره و این تو یک موقعیت عالی. اعضا اغلبا برای ما تماس میگیرن، مسیج میگذارن خارج از کشور که مثلا والا قیمتایی که در افغانستان است خیلی گزاف است و چی است و چنان است، والا ما میتونیم به این قیمت در امریکا مثلا در این کشور خانه خریداری بکنیم. بله حرف شما هم درست است، اما هر وطنی هر چات د خپل وطن کشمیر د امیت یک مقاله ما شما داریم. در اینجا که آپارتمان شما خریداری میکنین در وطن خود مثلا این خوبیایی که داره، یکی یک امو پول را که شما به خاطر خرید آپارتمان پرداخت میکنین، امو ساختمان سازی عزیز یک بخش به کارگر میته، یک کار دیگر یک جا شروع میکنه، یک منطقه زیبا دیگه از کشور ما زیبا میشه، یک خدمت به کشور ما البته میشه. یک خدمت به کشور ما میشه، یک چرخه اقتصادی در چرخ میفته دیگه. و همچنان
فامیل خود، در کنار فامیل خود، در کنار دوستای خود، عزیزای خود شما میایین. این از جمله ویژگی است که خرید املاک در افغانستان خیلی بهتر و خوبتر از کشورهای خارجی است. و خیلی دوستا را منتظر نمیمانیم، قیمت هم میگیم. قیمتی فی متر مربع آپارتمان $1400 امریکایی است که معادل نرخش به افغانی به نرخ روز معامله میشه. البته جورآمد هم داره عزیزا. قیمت هر فی متر مربع $400 که در حدود 280 متر مربع است که باز میشه که دقیق ما متر بکنیم، شاید از 280 متر یک 3 متر 4 متر کمتر یا بیشتر برای و عزیزایی که علاقمند خرید این آپارتمان شیک و مقبول هستند از بزرگترین و معتبرترین مرکز خدمات املاک در افغانستان یعنی افغانزیست، شماره‌ای که در اسکرین است ارتباط شوند. واتساپ خطی به طور 24 ساعت فعال می باشه. خدمات افغانزیست 24 ساعت است. هموطنای همکارای ما به تماس‌های شما با مسیج‌های شما به طور 24 ساعت پاسخ ارائه میکنن و آدرس دفتر مرکزی ما هم چهارراهی پروژه تیمنی مقابل هتل بی‌نظیر است. عزیزا ما نشراتی در فیسبوک افغانزیست، یوتیوب افغانزیست و همچنان تیک تاک و اینستاگرام افغانزیست هم می داشته باشیم که در اونجا در کل بخش املاک است که ما به شما عزیزا به نشر می‌سپاریم. تشکر میکنم از شما وهاب جان. تشکر از اینکه امروز آمدین و آپارتمان زیبا رو به ما معرفی کردین. تشکر از خودتان، خواهش میکنم سلامت باشین. تشکر از شما و همچنان بیننده عزیزی که تا فعلا برنامه ما را دیدن. سلامت باشین، زنده باشین. هموطنان عزیزم اگر میخواین خریدار آپارتمان باشین، آدرسی که وهاب جان تذکر کردن میتونین که به او مراجعه کنین و یا آپارتمان خریداری کنین. و ما و همکارم همیشه تلاش میکنیم تا برنامه‌های زیبا و دیدنی تقدیم شما عزیزان کنیم. همچنان لایک، فالو و سابسکرایب کانال یوتیوب پنجره افغانستان فراموش نکنین. با دوستایتان شریک بسازین. ما منتظر حمایت، انتقاد، پیشنهاد و کامنت های زیبای شما عزیزا هستیم. اگر جایی هست که دوست دارین ما اونجا بریم و برنامه داشته باشیم، میتونین در پایین برنامه ما در کامنت نوشته کنین، ما حتما اونجا میریم برنامه می داشته باشیم. این بود برنامه امروز ما. تا برنامه بعد، خداوند نگهدار شما عزیزان.